در جریان سفر کاری در ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت واقع در ناحیه باباجان غفوروف که مساحت عمومیش 700 گکتار را تشکیل می‌دهد در مساحت 5 گکتار باغ نوی اینتنسیوی سیاه آلوی نوهای استنلی و وینگرکا بنیاد کردند. بنابر نشانداد متخصصان ساحه رجای شناندن نهال سیاه آلوی نوهای استنلی و وینگرکا 4 به 2.5 متر بوده در مساحت 1 گکتار به مقدار 1000 بیخ جایگیر کرده می شود. نهالان قدپس سیاه آلو در تکریشه پومیسلکت و میرابالان S29 در فیلیال انستیتوت باغپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت پرورش کرده شده است. لازم به یادآوری است که نهالان سیاه آلو در نتیجه آموزش و تجربه‌های 10 ساله عالمان و متخصصان روی کار آمده است. عالمان و متخصصان ساحه در مجموع 7 نماد آلو را مورد آموزش قرار داده. در نتیجه همین دو نوع سیاه آلوی خشکشونده استنلی و وینگرکا را برای پرورش پیشنهاد نمودند. بلندی درختان هنگام به بایه رسیدن همگی 3.5 متر را تشکیل داده در شکل قبط به قبط و کاسه شکل گذرانده می شوند. در حالت درست رعایت نمودن قاعده های پرورش و نگاه بین به نمود شکل دهی، آذوقه دهی، آبیاری کنی، کارکردی بین قطارها و دیگر کارهای اگرتکنیکی نهالان قدپست سیاه آلوی خشکشونده نوهای استنلی و وینگرکا بعد 3 سال نشأه‌نما به حاصل می‌دارند. حاصلناکی این نوع نهال‌ها در سن 3 سالگی از 20 تا 40 سنتنری یعنی از 1 گکتار از 2 تا 4 تن میوه خوشصفت سیاه آلو را در بر می‌گیرد. علاوه بر این سال از سال حاصلناکی درختان افزایش یافته در سن 7 سالگی از 250 تا 300 سنتنری یعنی از 1 گکتار از 25 تا 30 تن میوه می‌دهند. درختان می‌توانند از 25 تا 40 سال حاصل فراوان میوه دهند. قابل ذکر است که سالهای آخر در زمینه اجرای عملی دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خصوص در پیام‌های سالانه به مجلس عالی جهت به راه ماندن اصول اینواسیونی باغداری در کشورمان از جمله ولایت سوخت 10 گکتار باغ‌های اینتنسیوی نو بنیاد کرده شدند. طبق معلومات دسترس شده به حالت 1 ینور سال 2021 در ولایت سوخت 207 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد کرده شدند که از آن 10 گکتارش را باغ‌های سوپر اینتنسیوی تشکیل می‌دهند. باغ‌های اینتنسیوی اساساً در شهر و ناحیه‌های باباجان غفوروف، اسفره، شهرستان، سپیتامین، جبار رسولوف، اشت، مسچاه، پنجکین و کوهستان مسچاه جایگیر میباشد. از 10 گکتار باغ سوپر اینتنسیوی باشد 5 گکتارش در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت واقع در ناحیه باباجان غفوروف با نهال شفتالو، گیلاس، سیب و 5 گکتار دیگر در ناحیه سپیتامین با نهال سیب تشکیل کرده شده است. سال 2021 در ولایت بنیادی باز 10 گکتار باغ‌های اینتنسیوی نو به نقشه گرفته شدند که 5 گکتار باغ اینتنسیوی سیاه آلوی خشکشونده نوهای استنلی و وینگرکا از آغاز این اقدامی نیک می باشد. یکی از هدفهای اساسی تشکیل اصول اینواسیونی باغداری در برابر تامین بازار استعمالی داخلی با میوه و سبزیجات بلند برداشتن امکانات‌های صادراتی کشورمان در این سمت نباشد. سال 2021 ما تصمیم گرفتیم که در زمینه باغ‌های تجهیز شده باغ‌های نوی اینتنسیوی با اصول معاصر بنیاد نماییم. در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت از سال 2018 این جانب پرورش ماهی نیز به راه مانده شده است. عین حال در 4 حوض ماهی پروری در مساحت عمومی 1.4 گکتار نزدیک 13000 سر ماهی‌های نوی امور سفید، پیشانی قفس و سزن پرورش و نگاهبین کرده می‌شوند. در جریان بازدید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت به خاطر عملی نمودن برنامه رشد ساحه ماهی پروری در جمهوری تاجیکستان به این حوض‌ها باز 15000 سر ماهی نوهای امور سفید، پیشانی قفس و سزن سر داده شدند. همچنین در باغ ملی وحدت جهت تطبیق برنامه رشد ساحه پرنده پروری در جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 200 پرنده فزن را سر دادند.
با استقبال